سلام و عرض ادب خدمت شاگردای عزیز، استادای محترم، کسایی که برنامه را سیل میکنن و همیشان اول سلام تقدیم میکنم. محمد باسط هستم، یکی از شاگردای مکتب عبدالهادی داوی و این دوست ماست محمد آرش، احمد بلال و محمد مصطفی که ما تیم بی می باشیم و با امید یک برنامه و یک رقابت خوب. و السلام. خیلی خوش آمدید. دا چې ټول دری زبانان دي نو زه به هم پوښتنې په دری ژبه ترې کوم. به شما هم خوش آمدید میگم. امید است که آماده گرفته باشید به رقابت. چطور یا نگرفته؟ خدا کنه که رقابت بسیار خوب پیش ببرید و بسیار جالب باشه و بیننده ها. سوالا بسیار آسان است. رقابت به شما تشریح میکنم. 12 سوال از هر تیم می شود که 12 سوال به 3 بخش به 3 مرحله تقسیم شده. مرحله اول 5 سوال تشریحی است که یک کلمه 2 کلمه جواب دارد. جواب تشریحی ضرورت نیست و 5 سوال از شما می شود. 20 ثانیه وقت دارید. شما باید 20 ثانیه جوابتان را به ما بدهید و اگر 20 ثانیه از شما دیر شد دیگه بعد از آن جواب شما قبول نمی شود. و در مرحله دوم با 4 سوال 4 جواب است که هر گزینه صحیح بود همان گزینه را شما انتخاب میکنید. در 15 ثانیه جوابتان را میدهید. مرحله سوم هم 3 سوال است. صحیح و غلط جمله هاست. شما تنها میگید که این جمله صحیح است و یا غلط. و یک چیز یادتان باشه، هر کی که جواب یاد داره بر از اون مایک بدین که مو جواب خود بده. مشوره میتونین بکنین ولی هر کی که جواب یاد داشت برش مایک بدین که جواب خود را با ما شریک سازد. رقابت شروع میکنم. اول میایم با گروه الف. مایک هم شما بگیرید. مثل که قبل به شما گفتم 5 سوال تشریحی است و ما هم تایمر خود گرفتم. در دست خود شما آماده باشید. میایم با سوال اولی. رقابت شروع میکنم. آماده باشید. صفویان در اصل از کدام نسل بودند؟ وقت شما شروع شد. صفویان در اصل از کدام نسل بودند؟ مشوره کنین. هر کی که جواب یاد داشت میتونه جواب خود بده. صفویان در اصل از نسل فارس‌های ایران بودند. جواب شما غلط است. خیر، بله، خوب زیاد تشویقش کنین که زیر تاثیر نرن. خوب با جرأت جواب بدن تا که خوب زیر تشویق شوند. خیر، میایم به سوال دومیتان. 4 سوال دیگه هم است. آسان است. کوشش کنین جواب بدین. سوال دوم. اهتزاز چند نوع است؟ اهتزاز به چند نوع است؟ خیلی سوال آسان. هر کی جواب یاد داره میتونه مایک برش بده. اهتزاز به چند نوع است؟ وقتی شما کم است. وقتی شما تمام. چند؟ جواب شما غلط است. اصل اهتزاز به 2 نوع است. منظم و غیر منظم. خیر، وقت شما تمام شده بود. اگر جواب صحیح میگفتین قبول نمیشد. میایم به سوال سومیتان. ترکیب زیایی چه نوع عمل است؟ ترکیب زیایی چه نوع عمل است؟ ترکیب زیایی تعمیری است. بله، تشویق کنین. بالاخره یک سوال جواب داد. 2 سوال دیگه هم داریم. کوشش کنین جواب بدین. میایم به سوال چهارمیتان. کدام مرکب عضوی در آب به سختی حل می شود ولی در الکل با آسانی؟ کدام مرکب عضوی در آب به سختی حل می شود ولی در الکل با آسانی حل می شود؟ نه خیر بازم تشویقش کنین. مرحله دوم است. سوم است. کوشش کنین خوب پیش ببرید. سوال اخیری است. انس رضی الله عنه چند سال در خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله گذرانده؟ وقت شما شروع است. 20 ثانیه وقت دارید. 10 سال. بله، تشویقش کنید. خب میایم با گروه بی. طوری که با گروه الف گفتم 20 ثانیه وقت دارین. 5 سوال تشریحی است. کوشش کنین سوالا را جواب بدین. خیر، میایم به سوال اولی. شما آماده باشید. در الکاین ها بین 2 اتم کربن رابطه چندگانه موجود است؟ در الکاین ها بین اتم کربن 2 اتم کربن رابطه چندگانه موجود است؟ رابطه دوگانه. غلط.
خیر بازم تشویقش کنید. جواب شما غلط بود. در اصل رابطه سه‌گانه موجود است در الکاین ها، الکان نیست. خب میایم به سوال دومیتان. آماده باشید. دولت شیبانی در ماورالنهر در کدام سال تأسیس شد؟ دولت شیبانی ها در ماورالنهر در کدام سال تأسیس شد؟ هر کی جواب یاد داره میتونین مایک برش بده. 1580. نه خیر، جواب شما غلط است. خیر 15 در سال 15 یکم میلادی. صحیح؟ شما 80 گفتید. خیر 3 سوال دیگه هم دارید، کوشش کنین آن جواب بدهید، مشوره کنین. خب 3 وقت شما زیاد است، کوشش نکنین که زود جواب بدین تا آخر خوب خودم مصروف بسازین. میایم به سوال سیمی. مردم ولایت نورستان در کدام وقت کدام امیر به دین اسلام مشرف شد؟ مردم ولایت نورستان در وقت کدام امیر به دین اسلام مشرف شد؟ امیر عبدالرحمن خان. تشویقش کنید. جواب شما صحیح است. جواب سوال سوم کی حل کرد؟ آرش جان. خب نام آرش جان نشته شود، سوال سوم را حل کرده. میایم به سوال چهارمتان. فرمول کیمیایی نونان را بیان کنید. فرمول کیمیایی نونان را بیان کنید. وقت شما شروع شد. فرمول کیمیایی نونان را بیان کنید. سینو سینو اچ 20. بله تحقیق کنید. واقعا 2 ثانیه مانده بود. اگر او دیر میشد شما جواب شما قبول نمیشد. خیلی خوب بود. میایم به سوال پنجمی شما. سوال آخر است، کوشش کنید را هم جواب بدید. و سوال چهارم به ما احمد بلال جواب داده. میایم به سوال پنجمی تان. خرقه مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در حال حاضر در کدام شهر افغانستان محفوظ شده است؟ قندهار. بله بازم تصدیق کنید. بسیار عالی.